سلام دوستان، حالتون چطوره؟ خوش اومدید به یه ویدیو جدید. امروز اینجا هستیم با یه چنل جدید. آقا امیر خوش اومدیم به چنل جدید. ای گفتی اسمش چیه؟ ای گفتی بچه‌ها زیر بزن AI بروز. چنل همه چی هست، گیم، چالش، هر کوفت و زهرماری که میدونید دیگه. تمام. آره امروز اومدیم یه ریاکشن بریم به حاج پاندا. آره خلاصه امروز هم یه ریاکشن سلطان نجات پرستی یوتیوب فارسی. دور اصلا نداری احمق بیشعور که اصلا بخوا با من حرف بزنی مرد که اولاق زن ستیزی کنم. بقیه‌شو دیگه خودتون میدونید دیگه. الان اصلا خودتون میبینید، یعنی حتما لایک و سابسکرایب کنید. کامنت یادتون نره. چی گفت؟ خب بس شوخی دیگه. بیا این برای من، این برای چی کنیم؟ اونو بده من، اینو بگیر. نه اینو بگیر، اونو بده. اونو چی شد؟ درست بوده. Stop it. Get some help. چی شده؟ هیچ. بچه ببخشید فقیری و نه داشتیم ولی وصل نشد. دوتایی تو دهنمونه این. آره از حتما حمایت کنید که ما بتونیم یه سیستم جدید بگیریم. همون آره واقعا حلقمون نباشین. آره خب بریم جلوتر که آره بچه هم ببینن. بریم. احمد به خدا منو بازی نده، اعصاب ندارم و تو گرما چرا؟ اوه راستی یه سوال نگفتیم اسم ویدیوش چیه؟ کاراگاه اسکل. اسکولی؟ اسکله؟ اسکولی تو اسکل. بریم. 5 درجه دارم اینجا خفه میشم. اون پنکه هم داره زیر بغلتو میزنه تو صورت من. یه چیزی به من بگو به دردم بخوره. خدا من هیچی نمیدونم. جنازه زنه تو اون ور شهر لخت پیدا شده بعد بگی من هیچی نمیدونم. نگاه کن شکنجهش کردن قبل مرگ. بچا روی این یه پتو مسافرتی دستمالی چیزی مینداختین. این واقعا لخته که. بابا من همینو کورکورانه میشینم با حس لامسه مدارکو چک میکنم. گردنش شکسته. اوه 2 تا تومور تو بخش سینه هاش داره. کاراگاه اسم اونم محمد. اون نافشو پاره کردن آجی. کاراگاه اون نافش نیست. پایین‌تر از نافود. یکم پایین‌تر رفت. حرف پایین‌تر رفت. حرف نزد. بابا خون نیستیم. فرض کن سوسه. این سوسه جسد قبل من بالا آورده بودیم. برو خفه شو. الان بابامون ویدیو همون بابامون من که منتظر. سلام پدره. امیدوارم ما رو نکشی بعد این ویدیو. بریم. اون اونجا نبود. نه این بود حواستون نبود. همسایات تایید میکنن دیشب با زنت بحث کردی. زنت از خونه رفته بیرون، تو هم رفتی دنبالش. درسته یا نه؟ دلیل نمیشه من کشته باشمش. من هر چی میدونستم بهت گفتم. بذارید من برم. شکم بهت بیشتر شد. میدونی چرا؟ شبیه نقاشی ببین. کاپیتان خدایی شبیهش نیست. مسخره بازی نداره بابا. چشم خریدش نازنین. پیر خرفته ضد ها. دارم میشنوم. گو بگو ببینم بحثت با زنت سر چی بود؟ میخواست بره زیر دست یه مرد غریبه کار کنه. مشکلش به چیه؟ نظر من زن فقط جاش تو آشپزخونه است. تایید میکنه؟ نه تکذیب میکنه. یعنی چی تکذیب میکنه؟ حالا همش هم آشپزخونه که به درد چیزای دیگه. مثلا یه 2 تا نام ببر ببینم مثلا بشه در. ببین مثلا بگذره. میدونی من چه فکری میکنم؟ این که تو میترسیدی با اون رئیسش بخواب و حال کنه، لذت ببره، شایدم تو رو جایگزین کنه. شاید بهتر از به خاطر همین کشتمه. صدا تو بیار پایین. آقای وظیفه میدم اون پشت ناصر بم کنه. آماده انجام وظیفه‌ام. ببین آماده است. اون که خیانت میکنه حقشه بمیره. امروز صبح اومدیم خونت دستگیرت کنیم پیدات نکردیم. کجا بودی؟ پیش زن دومم. چطور مگه؟ آخه سیس پوسی چیه کاراگاه؟ مخفف خارجی خارکو. ببین که کچل کله. آره حکم قتل در کمترین حالت 40 سال زندانی. این 40 سال اگرم عمر کنی مطمئن میشم همسلولی آقا رضا شکاک بشی. خب یادت باشه اون یارو هستا سیاه نشسته میگه شک کردم. ببین به گلوت قرار اینجوری شک کنه. هر روز براش قلوب قرار احمد بزنه. اصلا و تازه شروع شد.
آقا این منزل قربانیه، همونی که زنشو کشته بود. اینا یه اوه، بچه الان داشتن، بچه رو اما ول خبر نداره مامانش مرده و باباشم رفته زندان. یه منم بچه رو نمیتونم بهش ببین. بگم دق میکنه. شما داره حرفه‌ای پیش هستید. شما بهش حواسم بگید. هست. کودک ما از اداره پلیس اومدیم. سلام علیکم. میشه بیایم یه دقیقه تو؟ ببین نمیدونم چطوری باید اینو در میون بگی. نرت نکنم مرده. این خیلی هم کودک دردناک و باشه. وحشتناک کشتنش. خدا. آره گریه کن می مادر. بیسکویت مادر داره تو نداری. خاک تو سر. You really are horrible, you know that? When my dad gets home, I'm going to ask him to punch you on the nose, mister. آها اگه لحظه ای فکر کردی هنوز بابا داری سخت تر اشتباهی، چون حبس ابد خورده آه. هیچ وقت قرار نیست ببینیش. به اشکال خاطر همین نداره، بهت سیستم گریه میاد نکن. برای فرزندخوندگی قبولت کنه، ولی هیچ چیزی رو به خودم فرزندخوندگی میام قبول میگیرم. نمیکنه. میدونی چرا؟ چون زشتی. و بعد اینکه 18 سالت شد از بیسیستی میندازنت بیرون و برای پول درآوردن میری تنفروشی میکنی، ولی موفق نمیشی. میدونی چرا؟ چون زشتی. چرا بچه؟ عذاب وجدان گرفتم حاجی. بیا یه بازی بکنیم از دلت درارم. انگلیش اور اسپانیش. از این به بعد هر کی اول تکون بخوره گیه. نکن این کارو. ای گی تموم شد باختی. گی کودک من خودم هم توی تکون نخوردن آماتورم، ولی میدونی استاد این بازی کیه؟ مادرت. از دیشب انگلیش اور اسپانیش. داشت اینجوری تا ویدیو تموم نمیشه. گی تموم شد باختی. گی کودک من خودم هم توی تکون نخوردن آماتورم، ولی میدونی استاد این بازی کیه؟ مادرت. از دیشب تا الان دراز کشیده تکون خیلی نمیخوره. داغ شد. پرونده بعدی 20 کیلو گل. ماشین جدید گرفتم آجی. ناموسا این مال توه؟ آره مبارک داداش. ببینم صندوق بشی. صداشو در نیار. صداشو چی بود؟ تو رو خدا یکی و این آدم ببین. یه جوری میگه مثلا من بد میرونم. نه خوب میرونی، ولی یهو محسن نورستانی پلی میشه. نه اوکی حواسم هست. اسم من چه فرمونش خوبه حاجی. نازم داری خلاف میری. چی؟ میگم داری خلاف میری. نمیشنم بابا داری خلاف میری. صافکار سراغ داری؟ آره یکی خوبشو سراغ دارم. همینجا بزن بغل. اینجا گزارش شده که دارن گل میفروشن. میریم تو گلا رو ضبط میکنیم، فوقش یه نفرم میگیریم میایم بیرون. همینجا وایسه من برم نیرو کمکی بگم بیام. بی وجود فرار نکن. نه میام. عجب اسکولا من 2 سال تو نیروی ویژه تعلیم دیدم. فکر به نفعتونه که تسلیم شید بدبختا. آی زنه تو گل. زنه تو چی؟ چوس دست به این میدن. چی دست؟ چوس دست. مطمئنی؟ آره. بله. تو چی؟ هیچ شده. بگیر چیو؟ ادایی داشت. آی دمت گرم نوید. بابا نیزه چرا اصلا؟ دستش چی؟ ببین باز رس اونو اول تیر زد. سالی دستش چطوری بود اینطوری بود؟ داداش با وی آر ناموسن دیگه چجوری داداش این وسط سیم هست نکن. ما اینجا یه سگی داریم. نه جون اکسافت. باز رس اونو اول تیر زد. آره ولی بازم دلیل نمیشه. یکیشون هم سیاه پوست. آها این دلیل میشه. حالا برای ارزش چی گفتیم مردن نجات داره. پرست یوتیوب فارسی این بود. آره صابخون هست. خوان گارسیا. خوانم آخه شد اسم. بیا نوید ببر اینو چک کن. سلام جناب شما همسایه اینا هستید؟ میشه ببینید دورنج کثافت. دوباره شروع شد. بیشتر اینکه تو خونه باشن تو انباریشون بودن. انباری حیط پشتی؟ نوید اینجا مشکوکه. شلاق. چشاتو خوب واکن ببین چیزی میتونی ببینی. کی میاد گلو بذاره آخه تو انباری؟ نه باید مثل تو بذار تو صندوق ماشین. تو انباری میذارن دیگه. یه چیزی اینجا هست حاجی یه چیزی. هرسه وایس هرسه بیا اینور. برو عقب بریم نخوری یا فوشت میدم. برو عقب. بقیه این برای چیه؟ دنبال چی میگردی؟ یه کتابی هندلی مندلی چیزی. داداش مگه اتاق فیلمه؟ مرد. چطور مسیره؟ ببین بخوره تو کلت بابا، تو کار آقا کی کرده آخه. چرا همش سوپ اینجا. مشتر شده داری بازش میکنی؟ بشو یه لحظه. یا نوید چاقال توش گله. گل از همه رنگ. سر تو با چی با میشوری؟ یهودی سرمون میزنه. صابون منظورته دیگه. آره
بسته بندی کارخونه چرا باید گل باشه؟ همون سوال منم همینه، بریم به کارخونه یه سری بزنیم. بله. فقط تو رو خدا آروم برونا. آقا مأمور پلیس رو کنید، مأمور پلیس. Oh my god you fucking asshole. این یارو معلم زبان دوران راهنمایی بود، رو کاپوت الان دراز کشید. پیاده رو جا آدمه، نگاه کن یارو رو، سالمه، مهم نیست. خدایا شکرت سالم رسیدیم. کارخونه اینجاست. حله بریم. ببینیم کی داره به جای نمک گل میریزه تو سوپ. سلام، ما از اداره پلیس اومدیم، با رئیستون میخوام یه صحبتی داشته باشم. دایی هم همچه حرکت نوید بیگ دیدی. یکم بالاتر بگی که دور لعنت خداوند بر شیطان. سلام، چرا میشه به ما توضیح بده چرا تو هر کنسرو سوپ 10 تا بسته 10 گرمی ماریجوانا هست؟ جناب مطمئنی خودت قبل باز کردن گل نکشیدی؟ مسخره میکنی؟ لیست کارکن‌ها رو بیار اینجا. بله الان منشی میاره براتون. با منشی تو من. بلوتوث کانکتد. این چی آبو؟ دفتر کارکن‌ها. راست میگارم. ببینم. آها این آشیش. داری به کسایی که قاچاقی اومدن تو کشور کار میدی اینجا. به خاطر همین یه جریمه برات مینویسم. نه ننویس جناب، ننوشتم. یکی دیگه هم مینویسم. آقا غلط کردم. همین الان دارم مینویسم. نه تو رو ننویس. کلفتشون نوشتم. نه ننویس. ببین تا فردا میتونم برات ایراد بگیرم، جریمه بنویسم. فروششون هم پایینه. اصلا کسی سوپ کنسروی نمیخوره. آقا اسکل. اصلا من بگو گل کیا میفروشن، کجا میفروشن. اسم یکیشون خوانه. خوان گارسیا. آره. یس. از کجا میشناسی؟ امروز صبح با تیر زدم. 3 تا داداشم. اون تو کار بسته بندیه. بعد 2 تا داداش بقیه هم، یکیشون عمده میفروشه، یکیشون هم خورده. اسمی ازشون داری؟ آره اسم یکیشون خورخه. خیلتشون نمیگیره این مکزیکیه با این اسمشون. اون تو کار فروش خورده است. حتی بخوای جای فروشگاهش هم بهت میگم، فقط به شرطی که با من کاری نداشته باشی. اوکی. اسمش سوپرمارکت برادرانه، فقط مارکتش الیدیش خاموش شده، سوپر برادران نوشته اونجا. آها حل. پس کارخونت پلوپ میشه جناب، خدا نگهدار. تو که گفتی کاری نداری. دروغ گفتم. بیمه میده نوید، اصلا نگران نباش، بیمه میده. فقط اسلحه‌تو بده مطمئن بشم که مرده، که بیمه بده. نوید خوب نگاه کن، نوید دارم میبینم. ببین نوید نگاه کن. من بابا نوید دیدی؟ آره. دیدی؟ اینو نوید. بیمه میده. آره بیمه میده. کمرم شکست. یا ابوالفضل 1 به مرکز بگوشم. نیرو کمکی به این آدرسی که میگم بفرستی، فقط ماشین جادار بدین که چند نفر میخوام دستگیر کنیم. دریافت شد. دستگیر کنیم. بگو آژیرم نزنن وقتی بدون آژیر. حالا اگه به موقع بیان دیگه. دیدی با این ماشین پلیس چقدر روندن سخته، اصلا نمیشه راه رفت. اومد بدو. پلیس هر کی تکون بخوره ننه‌شو دیپورت میکنم. من ننم مرده. ای بابا. دستگیر رد کن بیا تو جیبت، هر چی هست بده بیاد. حله این میره تو جیب اداره. بده من بیا ماشاءالله. این هم میره تو جیب اداره، این دلارات. یا اون یکی داشت هم لو میدی، یا خودت هم میری تو جیب اداره. چه؟ بده ببرم ازش اعتراف بگیر. با گولی میری تو جیب اداره نه؟ حاجی هر وقت این ماشینا میبینم یاد اون اولین پروندهمون بود، یارو بوکسور بود زد در بابا خفه شدی. شب روز بعد همین. آره بذار بارو خالی کنن اول. حله. برو سف بشین. خیلی کم. دستاتو ببرید بالا. اینطوری راحت‌تر میتونم بزنم تو. چی گفت؟ 2 تا هدشات. نوید کجایی وقتی من خوب تیر میزنم نیستی ببینی؟ نوید اگه زنده بمونن وکیل میگیرن، اونم دردسر میشه برامون. پس همه رو میزنم. نوید پناه بگیر. حله همون اون برن کجا؟ نوید تو پشت ماشینت مسلسل نداشتی ما داریم با کلت میزنیم؟ من پشت ماشینم 50 سال حکم زندان دارم، ولی آره برو بیارش. نوید یکی بهترشو پیدا کردم. علی آخریش بود؟ آره فکر کنم تمومه.
حالا این همه آدمو کشتیم واکنیم میبینیم توش پفکه. اوه توش امید به زندگی بود. چه وضعشه اینجا؟ رئیس پلیس اون مقاومت کرد ما زدیمش. 9 تا تیر خورده. آخه 9 بار مقاومت کرد درسته؟ داری گل میکشی. شما دوتا دوباره یه پرونده بزرگ و بستینش، به خاطر همین بهتون اضافه کاری رئیس میدیم. پلیس تا حالا بهت گفتم ما چقدر اگه اعتراض دارین یا میخواین استعفا بدید بازم بهتون اضافه کاری میدیم. مرتی که تو پیر شدی میام مساتو میدوزدم. این عالی وای عالی بود. ادیت خدا قاطی شد. مخلص. این هم از ویدیوی هاچباندا. کمرم گرفت. اسکو تو صندلی داری. خفه شد. خب اینم از ویدیوی هاچباندا. ویدیوش عالی بود. نخواستیم زیاد استوب کنیم به خاطر اینکه ویدیوش طولانی بود. بعد ما هم کار داریم. در زندگی دیگه. برای اولین ویدیو بد نبود. فکر نکنم ولی حتما لایک و کامنت و ساب یادتون نره که از ما حمایت بکنید. بچه ممنون که ازمون حمایت کنید. انشالله حمایت کنید. البته انشالله حمایت کنید. فعلا که 6 نفر داریم. اینم کانال جدیده. حالا یواش یواش از این به بعد میخوایم ویدیوهای زیادی بذاریم. چالش میخوایم بگیریم، گیم میخوایم بگیریم، همه چی. اون چند وقتی که من نبودم توی کانال خودم به خاطر اینکه داشتم این کارا رو اوکی میکردم که ببینیم چی میشه و که بالاخره یه یعنی چنل جدید زدیم. الانم دمتون گرم. حرفی باشه فکر نکنم